باز یک رقم اکتینگ نبی خودم شرم میشه فقط که خود آدم تو اکتینگ هم باید خانه مرد باشد هم خانه باشد از دیگه ما دمیزی چیزا خیلی چپرستیم از حق نگذاریم. اما رقم که بعض وقتا کلمات های منفی سر آدم خیلی تاثیر بد داره، آدم انرژی منفی میگیره چیز است، ولی کلمات برای انسان خیلی تاثیر داره، هم کلمات مثبت هم کلمات منفی. اینجا سوداهای خطا بودم ریکشا حسابش خلاص شد رفت دیگه باشت که اینا رو دانه اینا رو ببرم. اولین که تاریک یا خدا یا خودی خدا دیگه ما هم اینجا منتظر شدیم دیگه. امروز هم خیلی بارانی بودک دیگه، البته قرار بود که گاتر باید مال دیگه کلان هم رسم دیدیم رواج وطن رو انجام میدین تا فعلا که مقدرش گرفتیم دیگه. بازم خرید بخش خودون چی واسکتا و لباس های برار بچه های شش بالاها اگر که از خانه بر نشنن خو هم بازم ایش هم یک گپ است دیگه. گفته شد دزی قیمتی دزی شرایط زندگی فعلا هر دقیقه هر ثانیه آدم مصرف کار داره، باید مصرف کنه، نان و مثلا کرای خانه و بیل و همه چیز دیگه. خب عزیزای دل دوستای نازنین یالم پیشین روز است دیگه. ما هم منتظر زهرا جان هستم که زهرا باید بخیر دیگه، چون که وقتر رایی بودک ولی به خاطر که باران زیاده باریش زیاده از او خاطر دیگه مثلا که تا باریش ختم شد دیگه. یالا هم زنگ زده که ما گفتم بیا چشم. البته زنگ زد که تو اینج می یا ما گرفته بایم باز ما چون که کار داشتم تو اگه ما دیم بعد از ظهر، ولی بعد از ظهر خیلی باران شدید بود و یالم دیگه منتظریم که زهرا باید دیگه باشین، منتظر باشین دیگه. ما هم منتظر زهرا هستم عزیزم. نه مهمان انا دوستای عزیز مهمانی که میگفتم پشت که ها او زینه جور نبلده خو برسه که زیاد از قد خود درگیره قدر هرچی که عذابش نمقدر خوش دیگه. انا دوستا چای بسکوت کلان یک مجلس خوارخوندگی خوارانه. زهرا یک سلام قد دوستا سلام، امید که خوب باشین، خوش باشین، جور باشین دیگه. چیز آره باشین چی مای از رسایی که هیچ تو خب دیگه عزیزان مو ممیده خانه پروین جان دیگه. من پریروز کسته دیروز نه پریروز هم محمود رفته دیگه. باز ما آمادم بیخ پروین جان گفتم می قدر دیق نشنه یک لزگر خوب اینام باید کمک ساعت چتر ورنه دا پاس پشت برونه اون دروازه رو واس پشت سر دروازه رو واس کن دیگه. اینام خوب اینی تو شورما شورنه دیگه نه باز اش باشه آدم خانه که لاب باشه لاب تر آدم من درات چی مفته احساس دقیق میده سیدم نه دیگه زیاد بلی تلفن که برام چیزایی که بینگرنم لاب تردیق میشه دیگه. از خاطر ما آمدم گفتم باش خیر یک لزگر برم بیخ پروین بشیم دیگه. هم که ما بسم یک مسافر که ما را یک چیز باز ما رو منیم بایل دانه نقصای در سیل کو ویدیوهایی که یک جای گرفته یه طرف سیل کو ها دیگه. نمرکم تازه اینو که نم داد نه او دیگه او شاو روز میجی محمود تا گلو رسیده داد مکرده از با وجود موقعیت ما زیاد ناراحتیم کردم. محمود چیزی که قسم میداد که ما رفتم دیگه یه کارا نکنی که نکنی، ما اگه کارا کنی ما در مسافرت حتما اذیت میشم میتر. خب باز آدم راه گرفتن نمیتونه دیگه نه دیگه. اونطور احساس دیقی رو میده. زهرا میگه ما هم دوم که ما قد بچهای خنجی باشم یک روز پر خوب اینجا گیر گوشه تو جیخشور کنی خوب زاوزدایم تیت کنه باد کنه خانه مانر ناجارو کنه از پس یک روز دیگه باز تو خانه رو جمع کو که مصروف شنی تو بیکار نمونی که دیق نشنی. وانگی مرکز از دوری تروشیار باشه چطور کشمو خدا اینی ترافیق بده چطور که ترافیک مرافیق نشته. یالم کی عمران و مهران پشت سر رفته دیگه. خدا خبر باشه که یا چیز روز میره سر خانه دیگه. زهرام ز خاطر آورده که تیت کنه که ما کار بخشیم پیداش مصروف شنم دیگه. دوست عزیز دیگه یک روز گرمی یک روز باریش یک روز ابری همطور پس یک رقم زود باریش نه فقط باریش از اینجا مفهمی چه رقمه فقط یگان کس که خوب دلش پر آودید چیز است نه یک دفعه که آور میشه سینی که باریشه که تمام جای رو میگیره نه فلم زو کسا که یک دفعه عقده دلش چی میشه
که آویده که مورا مرقمه انت قدر اورم نمشه که دفعه اوشانه خوب گرمیه نه؟ آره خوب گرمیه باز یک دفعه دیگه سعی نگو ماشاءالله یک رقم مبارک دیگه درد دل خورا دیگه چیزی که است خلاصه اسمو خلاص نداره یک کم شرپاسه که نقصی مبارک زای دل و دوستای نازنینم سلام دوباره امیدوارم که خوب باشین خوش باشین در هر کجایی که هستین از هر جایی که بیننده برنامه خوارخو امی بنده عقیر و فقیر که همیشه شما برنامه من سعی می‌کنین واقعا بخش از ما خیلی انرژی میدین به خصوص دوستای عزیز در قدم اول یک تشکر خاص کنم از تمام شما خورایم که خیلی دلپوری دادین در دو ویدیوی قبلیم که محمود جان مسافر شد بخیر دیگه خیلی 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 تشکر از همگیشم ویدیو رو دیدین گفتش خیلی دلپوری دادین زیادتر دزی کامنت ما ایتر متوجه شدم که زیادتر از خوراز ما فهمیدیم که خیلی خیلی خانواده ها که مسافر دار است البته یک چیزی طبیعی است به خصوص بخش از افغانیا و دومی که ما زیادتر در دو ویدیو خود درد دل خورای خود فهمیدم که همه خورای ما که رقم که ما مسافر دار هستم دیگه تمام خورای ما مسافر دارن دیگه انشالله که همیشه مسافر همگیشم در پناه خدا باشد هر چیز زودتر در آغوش خانواده بر بگیرده با خوبی و خوشی و بتونه با عمدن خو دلای همگیش مزار شاد کنه خلاصه در هر جایی که باشن اگر مسافرت نکنن اگر که از خانه بر نشنن خو هم بازم ایشم یک گپ است دیگه گفته شده دزی قیمتی دزی شرایط زندگی فعلا هر دقیقه هر ثانیه آدم مصرف کار داره باید مصرف کنه نان و مثلا کرای خانه و بیل و همه چیز دیگه خلاصه هر کسی که دشار زندگی مونه دیگه باید از سر صبح تا شب باید پیسه بده و هر کدام شدن باید پیسه خریداری کنه و اگر این پیسه نباشد خب طبعا دیگه زندگی تلخ است بخش دو نفر دیگه یک از مردای که خانه هستم تلخ بخش خود از خانمام زندگی تلخ میشه دیگه ما هم خیلی خود قوی میگرم و خیلی هم خورایم مرا انرژی دادد که پرون آقای توختیق نشنی دل کتا بگر تو قوی هستی و ما هم واقعا با کامنت های شما قوی شدم عزیزا دیگه خورای عزیزم مادرای عزیزم هر کدامشون مسافر دارین همسرایشون بچه‌هایشون برارایشون هر کس که مسافر داره مسافرایشون در پناه خدا باشد از هر بلا و مصیبت در پناه حفظ کنه خداوند پاک دیگه مسافر که بوش دادم باید خدا بسپاره دیگه خدا نگاهان چه باشد در هر جایی کسته از همه شما دوستا دیگه مسافر از ما در دنیایش دیگه این میره ما خیلی مشکل دارم خب خلاصه دوستا بگذاریم دیروز زهرا جانم داده گنج بخش دیلداری ویدیو که شما دیدین دیگه امشب هم شاوشش داده خیلی آردیم قصه کردیم درد و دل کردیم خلاصه تنها نیشتک دیگه امشب که زهرا گفت که ما میرم اولادای میرم دیگه خوب خانه ما نر تدبات کنه که پرین مصروف شنه واقعا مرقم شد صبح تا حالی که ما بال شدم خانه ما نر جمع کردم دیگه زهرا جان ذکر رفتن تا تیمای 10-11 بجه رفتن اونا که رفتن دیگه ما خانه ما نر جمع کردم کالاشویی کردم دیگه بلدیخ نان جور کردم نان خوردم لاله ممتداردیم نان خوردیم دیگه این عالم کسته بعد از زور آبیم زنگ زده که بیا بریم در پرسانی مریض دیگه موریم پرسانی بعد از پرسانی دیگه ما قرار است که برم به تنهایی خود استور سودا و خرج بیرم بخشه خود دیگه چون که سودا خلاص شد دیگه در خانه دیگه این شما دوستا دیگه بعد از بازم برنامه از ما بیننده باشین که زندگی در تنهایی چیز رقم است تا حال ما تنها نبودم زندگی تنهایی رو تیر کردم البته در دوره تحصیل خود در کابل امرای برار که بودم اونجا خانه گرفتت نمیتد که برار صبح سر کار ما رفتک شام میمد دیگه ما طرف پانتون ما رفتم طرفی گفتش شفاخانه کار کردم ما رفتم خلاصه این که دیگه چند سال پیش تقریبا 4 سال پیش بود دیگه 3 سال 4 سال شد ولی اینال بعد از دیگه برنامه از ما در تنهایی سیل کن و حمایت کن عزیزا دیگه باشم همگی در کنارم دیگه واقعا که ما قدر احساس تنهاییم نمونم به خاطر که شما عزیزا رو دارم همراه خود و که هر بارم که دیق شدم و احساس تنهایی کردم من این ویدیو میگیرم تا خنجقه شما عزیزا قصه کنم و بخشم سخت نگذره و تنهایی زیادتر بخشم معلوم نشنه و ما هم مصروف کاروبار شونم دیگه اینال برم البته کارهای لباسای خوارای من است پشت ماست کلان مسئولیت پشت من دیگه کالا مالا بخرم خرچی که به خاطر که توی مایی دارن
عروسی دارن دیگه. ما باید کالاهای شابالاها را، عروس را، کالای قدغو را، کالای خرچکی و از خیش و قاب را کلا باید کالاهایش تهیه کنم، آماده کنم، رایی کنم، چون که کار پشتم زیاده و دمی رقم کارهای خود روزمرگی بخش شما عزیزان ویدیو بگیرم و شما هم وجود از شما عزیزان در کنار حس کنم دیگه. واقعا در خانه رقم تنها هستم که مقصد با وجود شما عزیزان دیگه بخش اینقدر سخت تیر نمیشه. باشین بریم در پرسانی مریض دیگه. خداوند هر مریضی که در خانه درن یا در هر خانه که مریض هستن انشالله همیشان صحتمند شونه، هر چیز زودتر خداوند پاک شفا بده، مریض مسافرین در پناه حفظ کنه و همه از موعظه‌ام جان جور بده، در هر آرزو و مراد که داریم بخیر برسیم دیگه. باشن این بسه از چقدر خوب شه این تو خانه پیش خانه تو چیز کده تو چقدر خوب درخت های کلان کلان ماشاءالله ماشاءالله. هر خانه که پیش خیلی دینن یالم قصد کنه ساکن کویته سرسبز میشه، گل گلزار ماشاءالله. خیلی زحمت کشته سر بسیار در شجاع گرفت با مولی چه رقم است بنیه چون نصیر محمود جان خیلی دور درازه نه خیر کنی یک کنی ماشین رو دور کن. خب دوستای عزیز از اونجام که باش دیمدیم دیگه اینه ما گفتم که کار قدر دارم، یعنی هم کالاهای خرچکی که خاله مو دیگه بیری میره و خیر بخشه خود دیگه، یعنی بخش دوستای کالا در نظر گرفته دیگه. اینا رو بگیریم دیگه. بس کالای زنانه چیزا رو هستن دیگه. یه مثل خرید امروز اسم البته او طرف هم خرید کردیم بخش زنانه بس نشان بدیم دیگه. رختشم بهترین رخت گرفته دیگه، اما ارزش برده ارزش پست کده اختشته شد. یه من دکانی همیشگی که همیشه ما خرید نمیشه خودم چون خبره. البته رختای مردانه خیلی گرنده ولی کی محمود پاک نرفته بیا بریم رختار بگیر دقیقا ما خوب کمک میشون پلاستیکار ما میگرم اونا جمع شنه ولی مصروف شدیم میش نشد دیگه. نال مجبوریم توانیش بریم بیشه تو خیلی دختر زحمت کشم دوستار شاوش نبامورم دیگه. کالاهای گلنگار کنجره یک دانه چادر ارگندی اول حالا یک 2 پیس گرفته دک باز یک دانه شلوارم بدش گرفته 3 پیس، یعنی بخش اول نفر 3 پیس جور بده ماشاءالله دیگه. اینی هم کالاهای کلان گلنگار گرفته دیگه. اینی سوپ پاکستانی و اینی هم دسمال دیگه. کلان هم رسم رواج وطن رو انجام میدین. تا هم فعلا که مقدرش گرفتیم دیگه. بازم خرید بخش خودون چی واسکتا و لباس های برار بچه های شش شابالاها اینا منده دیگه. بخیر کم کم در جمع منیم که خواست اینجا مندم که کفش دانه بگیرم، جای کفش نداشتیم دیگه. نیست ریزه ولی اینه چیز رو گرفتم. اینه رنگی با اینجا نیم مقصد اینه دکان خیلی خوب دیزاینا خوب سامان ها داره. اینش خوب شد بخشی گردگیری چیزا گردی تلانه قشقشی یعنی هر کس که نونوهش دوست داره بخشی نونوهای خنزی بگیرین. مقصد ما کم گپ نیست نمیم قصد نمیگره دیگه، زیاد گپ دیگه بس زیاد میگره. باز یک رقم اکتینگ نبی خودم شرم میشه فقط که خودم تو اکتینگ اینجا مدام دیستور دیگه. اینجا قصد خوبش سیم بخشی دیگ میک دیگه چون قیمت ازی چنده یک دنه نزی بگیرم اصلا ریکشا حسابش خلاص شد رفت دیگه. باشت کنار دانه اینا رو بردم. اولین که تاریک یا خدا یا خودی خدا روشنی شد. دوستان عزیز و نازنین بالاخره ما هم رسیدیم در خانه دیگه. اینی هم سودا هایم بود که ما خردم بده. خب بسکار خردم پنجره چای بخورم میشن. کیچپ خردم که چیپس لیپس کنم کلان که چیپس یه ممور که شمور نشان داده کشمش بادام
صدق پذیرایی که دوستان این هم یک ویدیو است که یک دختر خانم که تنها زندگی مونه چه رقم است و خود خودم این رقم تحویل بگیرم. خب یعنی هم چاکلت دو رقم چاکلت دیگه ایشم دستمال کرد ایشم دستمالی رفته منی که بودنه خرید از من هیچ سپری از خود میش سپری بخش خانه این کاش ماشی که تمیز شده دیگه ایشم دو رقم پودر بخش کاراشو و دیگه بسیار اینجا هم چیز شیشه پاک کن خمیر دندان و شیر. خب خلاصه ایناش مهم نیه ایناش دیگه گرفتیم از دیگه اصل چیز مهم چیز اینی است دیگه که ما کجاش نشان بدیم دوستان اینی هم جای کفش که چیز کفش داری دیگه چون ما کفش ها که گرفتیم خیلی ما این دفعه دیگه رفتم در دکان یک چیز ریزه تر بگیرم ولی اونا گفت شما صبر کنید چند وقت دیگه مو آردر دادیم امی سایز ریزه زیبایه یعنی هم کور شده دوستان این قصه دیگه این قصه کلانه مقصد خوبه دیگه باز ما آل که سعی کردیم نه می کلان چه خوبتره دیگه چون کفشا کلان جایش نه و دویم دیگه که خوبه که کفشا آدم تمیز کنه داخل از بیله دیگه بلش خامات نشه باز دکاندار میگه که با جیل بخشید صاف کنم یا که چی کنم جور کنم یا میتونم مبل خود بلدی ما گفتم بلدی ما جور میتونم. آدم باید قوی باشد هم کارای مردانه بلد باشد هم کارای زنانه بلد باشد همزمان هم باید خانم مرد باشد هم خانم خانه باشد از دیگه ما دمزی چیزا خیلی چپرستیم از حق نگذاریم باید ما انتر خب عزیزا این هسته اینا هم هسته و فرشای داخل شه دیگه این باید بنزید کلانا ساخت چونه اینجا فکر ما این اشتباه واسه کدم خب نظر در عکس که سل کنیم این رقم باید لاله رو مات داشته که جور بدیم و باقیش رو میتونیم انرژی به بلیسش قطع کنیم. خب چون از اون یک خانه ما بخیر کم انداختیم یک خانه باید زیاد بندازیم که اینکه ایتر بال بگیره نه انرژی اگر این باید ما یک خانه زیادتر بندازیم دیگه انرژی در غیر زوک است اما اینتر میتونیم نگاه چیز انتر خودی این کار بگیریم انتر قطع کنیم اگر جایی نداشته باشیم یک چیز ریزه تر اگه بخوایم یه از بلیسش انتر جایی رو قطع کنیم. خب اینا فعلا اندازه دیگه ما باید یک خانه باز بندازیم اینجا که خودی بله سر زره بال بگیره. چطور؟ اینجا باش مواد کنیم عزیزا اینجا دو کنیم چون که دوستا یک خوبیش اینی است که چیز اضافه داره قدر جای داره اینا رو بازم ما میتونیم که داخل ازی دانه بندازیم. چیزی زیر پایین کنه دیگه هیچ خواب داخل از این نمید خیلی هم تمیز خیلی هم صاف
ولی اینی خبر نمیشه که ساله زینب او به خیالم بسته میشه اونجی. این اینیج بستم شد دوستان. زینب چند بستوی تو این رقم بستم شد عزیزا که اینا شو نخواه خود از خبر ازی فقط از دو طرف شده میتونه زیر بار و کواش هم دیگه رنگش دوستان ما خیلی رنگش خوب شه. یک بنا رنگ چیم داشته یعنی رنگ کریمی بود دیگه رنگ کریمی بود دیگه باز ما چون هوای کویته رقم خاک یا باریش یا مثلا چیزی هم ممکن که چیز باشد که کمی چرکبردار باشد دیگه رنگش هم ما اینی رنگ میخوام یعنی هم پیش رویش یعنی هم پشت سرش عزیزم خیلی تمیز تشکر که قد از ما بودین دیگه یالا ما بریم شام است نماز بخوانیم نان جور کرده نان بخوریم دیگه امروز از ما که همه رقم گذشت و منتظر برنامه بعدی از ما باشد که به مرور زمان زندگی چه رقم میگذره به تنهایی دیگه شما همیشه ما رو دنبال کنید عزیزا هیچ وقت تنها نینین و منتظر کامنت های انرژی بخش شما هستم که همیشه ما را انرژی بدین و بعض کلمات امر رقم که بعض وقتا کلمات های منفی سر آدم خیلی تاثیر بد داره آدم انرژی منفی میگیره چیز است ولی کلمات برای انسان خیلی تاثیر داره هم کلمات مثبت هم کلمات منفی کلمات منفی انسان ها را از آسمان میگیره از زمین میزنه ولی کلمات مثبت آدم را انسان را از زمین بالا میره در آسمان ها میرسونه در قله های بلند میرسونه دیگه تشکر از که شما هستید و ما هم خوشبخت هستم که خانواده مثلی شما دارم خیلی دوست دارم شما را همیشه حمایت کنین و همیشه همراه ما باشین دیگه در برنامه‌های بعدی در ولاگ‌های بعدی مهمان خانه هایتان هستم و شما با نگاه های قشنگتان بیننده برنامه از ما باشین شب روشون خوش دیگه از خدا حافظ تا ویدیوی بعد دوست عزیز اینی تخم که بیلیم بغل اولین تر خوبش جای کم میگیره یک قطره البته فعلا ما میری پیش کلکی نشتم چون که خوبه دیگه اونجا که بارش کنم اونو قصرا کسته بلش او نمایه دیگه خیلی خوبه مت جمع جور امی کمپانی که امیر تولید کردم امی قسمت تبلیغات کردم به خدا باید مر جایزه بدی خب این چیز خوب رو همیشه تعریف کنم دوستا دیگه